توسط کارمندان شعبه و بخش‌های عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم ملی، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌های جمهوری معلومات را عاید به تعداد شهروندان جمهوری که در مؤسسات تعلیمی دینی خارج کشور به طور غیر رسمی تحصیل می‌نمودند دسترس نمود. معلوم گردید که در مجموع 3360 نفر شهروندان جمهوری در مؤسسات تعلیم دینی خارج از کشور تحصیل نمودند. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری تا دستور 2152 نفر و بعد دستور 856 نفر در مجموع 3008 نفر دانشجویان به وطن برگشتند. همزمان تحلیل‌ها نشان دادند که از تعداد عمومی به جمهوری برگشتگان 64 نفرشون دست به جنایت زدند، از جمله 29 نفرشون بنابر سبب دست داشتن به حزب و حرکات‌های تروریستی در محبسخانه‌های جمهوری و خارج کشور زندانی گردیدند. اینچنین 6 نفر آنها در کافتکای مقامات حفظ حقوق قرار دارند. علاوه بر این 5 نفر دیگر عضو جرایم غیرقانونی سلفیه می باشند. تعداد فوتیدگان 18 نفر را تشکیل می دهند. در عین زمان 6 نفر آنها توسط فدراسیون روسیه به سوریه رفته و صف مجاهدینی که در عملیات حربی اشتراک دارند. از جمله یک نفر از این تعداد سال 2014 فوتیده است. از حساب عمومی برگشتگان 23 نفر خدمت حربی را اجرا کرده ایستادند.